خب بچه ها بریم قسمت 9 رو رکورد کنیم. میخواستیم یکم با چیز حرف در واقع بیایم در مورد استک اون حرف بزنیم و ببینیم آقا این استک ما چطوری کار میکنه توی پردازنده‌های 32 بیتی. بچه ها ما هر چیزی تا الان گفتیم، مثلا بخواید در حد پردازنده‌های 32 بیتی بدونید، ما ثبات هامون که مثلا یه AX داشتیم، یه BX داشتیم، چه میدونم یه SI داشتیم، DI داشتیم و حالا مثلا یه IP داشتیم و اینا. اوکی، توی پردازنده 32 بیتی ما فقط یه مثلا EAX داریم، EBX داریم، یه ای میاد اولشون. اینا دیگه 32 بیتی هستن، دیگه 16 بیتی نیستن مثل اون ثباتایی که داخل 8286 هست. اوکی، فقط همینو بدونید که مثلا حتی یه EIP هم داریم، یا مثلا یه دونه فلگ رجیسترمون هم 32 بیتی شده، اما خب دیگه چیز اضافه مثلا فلگ اضافه نداریم ما، همونا هن. فقط مثلا اون 16 بیتی هم که اضافه شده بهش خودش رزرو شده از قبل، وگرنه ما همون 16 بیتی هست که بوده. اوکی، خلاص ما بیایم ببینیم مثلا داخل این پردازنده‌های 32 بیتی جریان از چه قراره. اولا یه بذار من یه چیز دیگه هم توضیح بدم. بچه ها ببینید ما یه بحثی داریم که وقتی که اصلا بچه استک چیه؟ استک یک محلی از حافظه، یه بخشی از حافظه منه، یه بخشی از اون رم منه. استک من خاصیت در واقع LIFO داره، last in first out عمل میکنه. یعنی چی؟ بچه ما دو تا دستور داریم، یه دونه پوش داریم، یه دونه پاپ داریم. این دو تا دستور من برای وقتی استفاده میشن که من میخوام یه چیزی رو وارد استک کنم، یه چیزی رو از استک خارج کنم. اوکی، اینطوری در نظر بگیرید. مثلا اینا هم یه سری نکاتی دارن این دستورا. شما فقط در این حد بدونید که مثلا آقا داخل 8286 اگه بخوایم حرف بزنیم دستورالعمل پوش من خب یه اوپیاری داره که این اوپیار من میتونه ورد باشه، اما داخل 32 بیتی ها میتونن 32 بیت باشه، مثلا یه دابل ورد باشه، اندازه یه دابل ورد باشه. اوکی، مثلا میتونه EAX باشه، مثلا من میگم پوش کن EAX رو روی اون استک من، این میره قرارش میده داخل استک. اوکی، حالا بعد از این دستور مثلا این اتفاقی که بیفته میاد مثلا ESP رو در واقع منهای 4 میکنه. اوکی، یعنی استک من داره رشد میکنه. الان میفهمید جریان چیه وقتی که شکلو بیارم. یا مثلا بیام بگم پاپ کن EAX رو، میره ببینه ESP داره به چی اشاره میکنه، همونو میگیره میریزه داخل EAX من. وقتی که داخل EAX من میریزه در واقع یه مقداری رو داره از استک من خارج میکنه، در نتیجه استک من داره کوچیک میشه. اینجا چرا به اضافه 4 شده بچه ها؟ داخل پردازنده 8280 ببخشید داخل پردازنده 32 بیتی شما مثلا اون 4 بایت در واقع به هر مقداری که داخل اون استکتون پوش میشه اختصاص میدید. حالا بسته به کامپایلتون داره چطور کامپایل شده. اوکی، این هم بستگی داره، مثلا ممکنه 4 تا 4 تا باشه، ممکنه هر چقدر دیگه باشه، اصلا 16 تا 16 تا باشه. اوکی دیگه این بسته به کامپایل، این چطوری اون کدتون کامپایل شده داره. پاپ EAX هم خب گفتیم میاد چی کار میکنه. بعدش میره ببینه ESP کجاه، اونو برمیاره، هرچی که ESP داره بهش اشاره میکنه اون لحظه رو میاد میریزه داخل AX من، که اینجا ESP من در واقع به اضافه 4 میشه.
به اضافه 4 میشه. استک من در حال کوچیک شدنه چون یه چیزی داره ازش در میاد. اوکی، مثلا ما بریم این عکس رو ببینیم که من دانلود کردم. اینجا ما میبینیم که اینجا بالای استک منه، اینجا پایین استک منه. رشد استک رو به پایین، از اینجا از بالا به پایین، از آدرسای بچه اینجا توی این استک باتن، حالا بالای استک اینجا آدرسای بزرگ هستن. مثلا فرض کنید اینجا آدرسش 200، اینجا آدرسش 20. اوکی، از بالا به پایین داره رشد می‌کنه، یعنی هر چی که من آدرس استکم داره رو به کوچیک‌تر شدن میره، استک من داره در واقع بزرگتر میشه، داره رشد میکنه استکم. هر چقدر که آدرس استک من داره بزرگتر میشه، استک من در واقع داره کوچیکتر میشه هر چقدر که آدرسم بزرگ بشه. الان آدرس من اینجا داره بزرگ میشه، ما از پاپ استفاده کردیم، خب در نتیجه استک من داره کوچیک میشه. یا مثلا 4 تا ازش کم شده، خب در نتیجه استک من داره بزرگ میشه. اینطوری در نظر بگیرید. اوکی، نکات دیگه هم هستن. فرض کنید ما یک برنامه رو کامپایل کردیم که این برنامه C هست، مثلا با زبان C نوشته شده. اوکی، این برنامه من قاعدتا از یک سری کتابخونه های استفاده میکنه، مثلا جلیپسی. اوکی، از لایبرری جلیپسی مثلا استفاده میکنه. اینجا میشه استارت اون جلیپسی من، مثلا فرض کنید اس. اوکی، اینجا استارت اون جلیپسی منه داخل این فریم. اوکی، ما اینجوری فرض میکنیم. اینجا میشه اون شروع مین من، اون تابع مین من، مثلا فرض کنید اینجا قرار میگیره وقتی که داریم داخل استک قرار میگیره. حالا مین من میاد آرگومانای خودشو اینجا قرار میده که حالا اینجا هم یه نکته‌ای هست، خود اینجا یه نکته‌ای داره. فرض کنید ما یک مینی داریم که یک فانکشن مثلا فلانی داخلشه که داخل این فانکشن فلان مثلا میگه مقدار 0x مثلا فلان هگزادسیمال و 0x فلان هگزادسیمال دومین متغیر منه و 0x فلان هم سومین متغیر منه. سومین متغیر در واقع میاد اینجا. اوکی، دومین متغیر میاد اینجا و سومی هم میاد اینجا. مثلا منظورم این نیست که مثلا داخل 3 تا خونه قرار میگیرن. اوکی، منظورم اینه که از راست به چپ روی استک پوش میشن. مثلا بذارید من اینو اصلا ببندم، اینجوری فکر نکنم متوجه میشید. فرض کنید ما یک مین داریم که این خودش یک فانکشن فلان داره. اوکی، مثلا فانکشن بیه. اوکی، این خودش مثلا یه 0x مثلا bf داره، یه دونه 0x مثلا بیا داره، یه دونه هم مثلا کاراکتر داره، مثلا سلام. اوکی، اینا اگه بخوام پوش بشن روی استک، اول این پوش میشه، از راست به چپ اینا پوش میشن روی استک، یعنی اول سلام پوش میشه، بعد این پوش میشه، بعد این پوش میشه. اگه متوجه نمیشین الان میریم داخل چیز میبینیم. من یک کد C مینویسم، یک کد C نوشتم، کامپایلش میکنم، میام داخل در واقع دیباگر، داخل GDB براتون بالا میارم کل این مراحلی که الان دارم توضیح میدم و اونجا هم توضیح. اوکی، خلاص الان برگردیم به این بحث. خب اینا پوش شدن، اول از راست به چپ آرگومانای من پوش میشن اینجا. حالا من یه ریترن آدرسی هم دارم. این ریترن آدرس من دستورالعمل بعدیه که داخل مین قرار داره، یعنی که بعد از اینکه اون فانکشن A من یا فانکشن B من یا حالا هرچی فراخوانی شد، میره ببینه دستورالعمل بعدی چیه.
بعد اون رو اجرا کنه. حالا مثلا به صورت اسمبلی هم بخوایم ببینیمش اینطوری میشه. مثلا فرض کنید کال شده فانکشن بی من که اینجا تعریفش کردم. حالا مثلا اینطوری هم نیست، مثلا میگه که مثلا آدرسش فلانه، خب آدرس فلانو داره، بعد مثلا میگه که من اینجا فانکشن مثلا بیو مثلا دارم فراخوانی میکنم، بعد پایینش مثلا گفته add مثلا فلان و فلان. حالا این کاله که اتفاق میفته در واقع ما دیگه میریم داخل دل فانکشن، میریم داخل فانکشن ببینیم چه دستورایی هست که باید اجرا بشه. اوکی، وقتی بریم داخل دل فانکشن باید یه راهی بدون این اسمبلی ما که بخواد برگرده. برای همین ما اینجا یه ریترن آدرسی داریم که آدرس دستورالعمل بعدیه که باید اجرا بشه، باید برگرده و بعد از اون فراخوانی فانکشن A من برگرده این دستورالعمل اجرا کنه، برگرده با آدرس این دستورالعمل. اوکی، حالا اینجا ما اینو پاک کنم، کلا ما یک EBP داریم، همون BP خودمون 16 بیتیش میشه BP که این استارت در واقع استک فریم منه. اوکی، یه ESP داریم که این همیشه بالای استک منه، بالای استک منو نشون میده. یعنی مثلا ممکنه هیچی هنوز داخل استک من نباشه، خب در اون صورت این دوتا هنوز یه جان، یا مثلا یه متغیری هنوز مثلا 3 تا متغیر وارد استک من شدن، خب این الان ESP من داره به آخرین متغیری که وارد شده اشاره میکنه. اوکی، همیشه بالای استک منو داره نشون میده. اوکی، مثلا یک لیوانی در نظر بگیرید که مثلا یکم روغن داخلشه، یکم آب داخلشه، مثلا یه چیز دیگه هم که میمونه اینجا داخلشه. اینا 3 لایه رو تشکیل دادن. خب این سومیه آخرین چیزی که وارد شده، مثلا ESP من داره به این اشاره میکنه. حالا مثلا من اگه اونو بریزم بیرون، پاپ کنم اون بیاد بیرون، داره به این دومین لایه اشاره میکنه ESP من. اوکی، اینطور داستان. حالا هر فانکشنی وقتی که در واقع داره چیز میشه، داره فراخوانی میشه، 3 تا چیز رو داخل استک من مینویسه. یکی این اینپوت های در واقع اینپوت پارامترها من، اینپوت پارامترها من. دومیش مثلا میتونه همون ریترن آدرس من باشه. اوکی، ریترن ADDR من. سومیش میتونه اون لوکال وریبلامون باشن، لوکال وریبلامون باشن که اینا میاد روی استک من مینویسه داخل این بخش، این بخش استک من اینجا اینا رو اینجا مینویسه. اوکی، حالا یه سری توضیحات دیگه هم هست. اینجا میشه شروع استک فریم من، مثلا فریمی که در واقع مال فانکشن کیو منه. اوکی، من هم دارم خطی میکنم. فریمی که برای این فانکشن A منه، مثلا فانکشن B من یا حالا هرچی. اوکی، مثلا این F من F. باید این برنامه همون نصب کنم که مینویسم. مثلا این فانکشن منه، اینجا میشه شروع این فانکشن من، از اینجا تا اینجا به فانکشن من تعلق داره، فریم استک فریم من. اوکی، خودش مثلا اینجا EBP من قرار داره که گفتیم شروع استک فریم من، اینجا داخل این خط، بعد از این ریترن آدرسی که اینجا اول این سیو ریجسترها در واقع استک فریم من، در واقع EBP من قرار داره، شروع استک فریم. حالا این EBP من خودش باید پوش بشه روی استک که مقدارش بمونه، که مقدارش رو داشته باشیم، مقداری که الان هست، مقداری که داره شروع فریم منو بهم میگه. اوکی، که ما در واقع برای این کارو میکنیم، برای اینو پوش میکنیم روی استک که فریم قبلیمون رو بتونیم پیدا کنیم.
اگه این کارو نکنیم فریم قبلیمون گم میشه، اصلا کلا فریممون گم میشه. برای این باید بیاد اینجا پوش بشه خودش که مقدار شما داشته باشه. اوکی، پس میاد پوش میشه که فریم قبلی منو نگه داره. حالا چرا این کارو میکنیم؟ چون که ما میخوایم مقدار EBP مون رو تغییر بدیم. بعد از این ماجرا نمیخوایم این بمونه، باید تغییر پیدا کنه. الان میبینید جریان چی. پس میخوایم تغییرش بدیم، برای همین باید پوشش کنیم که فریم قبلیمون رو داشته باشیم. حالا مثال بگیم، یه توضیح میخوام بدم. یه توضیح بدم. ما شروع هر در واقع تابعی این دستورا رو میبینیم داخل اسمبلی داخلش. حتی مثلا ما یه دستوری کامپایل، مثلا یه CU کامپایل کردیم داخل GDB داریم میبینیمش، وقتی که داره تابع و در واقع شروع میکنه این دوتا دستور رو داخلش میبینیم چون داره به اسمبلی تبدیل شده دیگه. یه پوش EBP داریم که خب گفتیم چرا این اتفاق میفته. الان داره EBP پوش میکنه رو استک. اوکی، بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد این EBP من رو در واقع ESP منو میریزه داخلش. چرا این کارو میکنه؟ بریم روی شکل. الان گفتیم EBP من اینجاه، اینجا همین اول. اوکی، ما گفتیم که باید مقدارش رو تغییر بدیم، خودش رو پوش میکنیم. بعد کاری کنیم که EBP که مثلا میخوایم تغییرش بدیم بیاد به اینجا اشاره کنه، نه ریترن، بیاد به همین خطه اشاره کنه، به همین شروع فریممون اشاره کنه. چطور باید این کارو کنیم؟ باید میایم اولا که خود ESP من الان خودش داره به اینجا اشاره میکنه ESP، چون هنوز چیزی وارد استک من نشده به غیر از اون. حالا اون خود EBP'یه که این اوایل. ESP من در حالت عادی خودش داره به این اول اشاره میکنه. اگه من بیام بگم چی؟ بگم موو کن ESP رو به EBP، در واقع میایم اون کارو میکنیم که EBP میاد به اون جایی که الان این هست اشاره کنه. این هست و خود ESP هم خب الان دیگه بالای استکه. اوکی، حالا مثلا این وسط هم یه سری کد هست. آخر هر تابه اتفاقی که میفته اینه که در واقع ما میایم موو میکنیم ESP و در واقع EBP رو، که این باعث میشه که در واقع دوباره اون EBP من در واقع بیاد پیش اون ESP من، در واقع بیان بالای استک هر دوتا. اوکی، هر دوتاشون میان بالای استک. و در نهایت من یه دونه پاپ EBP دارم که مقدار قبلی که اونجا سیو کردم برمیگرده روی استک، که من آدرس در واقع اون آدرس فریم قبلیمو دارم، فریم قبلیمو دیگه نگه داشتم. و در نهایت من یک ریترن دارم، یه دستور رت دارم که حالا بعدا توضیح میدیم که چیه، ولی الان هم توضیح میدیم. چرا توضیح ندیم؟ این آخر هر تابه ما یه دونه رت داریم که میاد میره ببینه ESP من داره به کجا اشاره میکنه. اوکی، مقدارشو میریزی داخل EIP. با این کار در واقع میاد چی کار میکنه؟ شکل رو ببینیم. با این کار در واقع میاد این ریترن آدرس منو، وقتی که از ریترن استفاده میکنیم، از رت استفاده میکنیم، میاد میبینه ESP کجاه. ESP آخر تابه برمیگرده به اینجا. اوکی، برمیگرده اینجا. اوکی، یعنی اینکه به این ریترن آدرس داره اشاره میکنه ESP من، خودش اینجاه. رت که استفاده میکنیم میاد در واقع اون جایی که ESP داره بهش اشاره میکنه رو میریزه داخل اون EIP من.
یه ثبات آی پی داشتیم ها، اینجا 32 بیتیشه، میره داخل ای آی پی من که دستور بعدی که در واقع داره اجرا میشه، گفتیم که داخل آی پی ثبات آی پی دستور بعدی که باید اجرا بشه، آدرس دستور بعدی که باید اجرا بشه داخلش قرار میگیره. اوکی، الان هم اینجور داستانیه، میاد اون آدرس دستور بعدی رو در واقع داخلش قرار میده. بریم ببینیم این ماجرا بریم ببینیم. من این مثالی داشتم اینجا ها، حالا من اینو ببندم، مثلا اینجا چی بود، اینو ببندم. یه ترمینال باز کنم، برم داخل داکیومنتام. من اینجا یه فایل مثلا سی داشتم که بالا با یه اسکریپتی کامپایلش کردم با جی سی سی که یکی از ویژگیش مثلا این بوده که خونه‌اش 4 بایت 4 بایت در نظر گرفته بشن، 32 بیتی کامپایل بشه و غیره. اوکی، که این مثلا اون مهم نیست. من میخوام اینو با جی دی بی بهتون نشون بدم، بنابراین من این h.elf رو میدم بهش. اوکی، من اگه الان بیام یه در واقع دیساسمبل بگیرم از این مین من تا به مینم، میاد ببینیم مین چی میگه. میگه من رفتم دام کردم اسمبلر کدا رو از فانکشن مین. اوکی، خب اول هر تابعی خب ما اینو داشتیم، گفتیم پوش میکنه ای بی پی رو، بعد این کار رو انجام میده. اوکی، که ای بی پی اشاره کنه به اینجا. اوکی، در واقع ما داریم میتونیم الان دیگه مقدارش رو تغییر بدیم، مهم نیست که پوش شده، اون پوش شده رو استک، مقدارش هست تا آخرش هم همون میمونه، ولی از این به بعد ما میتونیم اینو تغییر بدیم. اوکی، اما اومده پوش کرده بعد از این ماجرا به ایکس رو. چرا به ایکس رو پوش کرده؟ بچه من داخل این کد سیم یه دونه کاراکتر هم دارم، این متغیری که اول باید پوش بشه یه دونه کاراکتره، یه استرینگ. اوکی، این میاد پوش میکنه ای بی در واقع ای بی ایکس رو روی استک، بعد میاد اینو با این جمع میکنه، خودش داره یه سری محاسبات رو انجام میده تا آدرس اون در واقع استرینگ منو بیاد بریزه داخل ای ایکس هم، و در نهایت میاد این ای ایکس منو پوش میکنه روی استک که اولین متغیر من از سمت راست داخل فانکشنم داره پوش میکنه دیگه. مثلا من الان این اولین در واقع چیز فانکشن منه، این دومیشه و این استرینگ منه که سومی. اوکی، خب من یه دونه بریک پوینت میذارم اینجا روی این، یه بریک پوینت میذارم اینجا، متغیران هر سه تا دارن پوش میشن. اینجا داره کال میکنه فانکشن منو، یعنی متغیرامو پوش کرده، الان میخواد بره داخل فانکشنم. من میخوام ببینم داخل فانکشن چه خبره. اوکی، یه بریک پوینت هم میذارم اینجا. اوکی، مثلا داریم رکورد میکنیم. آره، بعد 23 دقیقه یادم افتاده ببینم رکورد کردیم یا نه. یه دونه دیگه هم میذارم اینجا و در نهایت یه دونه بریک پوینت هم میذارم روی خود فانکشنم. اوکی، که کال شده. من الان اینو ران میکنم. اینو که ران کنم میبینیم که الان این ESP من سر استکه، بالای استکه منظورم، که این مقدارم هست. اوکی، که خودش داره مثلا به فلان اشاره میکنه. خوبیای پاوند دی جی بی هم، پاوند دی بی جی همه خیلی آسون میکنه کار. اینجا رجسترها میاره، اینجا مثلا میگه فلان چیز چیه، الان چی میخواد اجرا بشه، سورس کد میاره که مثلا داره اجرا میشه و استکتون نشون میده وضعیتشو. خلاص اینجا الان داریم میگه من میخوام پوش کنم EAX رو.
EAX مقدارش چیه؟ آدرسش اینه، مقداری که داره بهش اشاره میکنه این سلام هلو. اوکی، یه چیز مزخرف. میخواد پوشش کنه رو استک. اوکی، حالا مثلا اگه خواستید خودتون اینو مثلا اجرا کنید، پاوند دی جی هم نداشتین، مثلا میتونید بگید که اینطوری بهم نشونش بده، مثلا XS بگیرین از خود اون EAX تون، بعد مقدارش رو بهتون میگه، مثلا فلان آدرس داره به فلان اشاره میکنه. اوکی، و واسه راحتی کار ازش استفاده میکنیم. خلاص، حالا وقتی این سه تا متغیر پوش بشن، ما میبینیم که میرسه به دستور کال، میخواد اینو اجرا کنه. هنوز حتی اینم اجرا نکرده بچه، دارم توضیح میدم. میرسه به این دستور کال، اوکی، که اگه اجرا بشه، حالا بذارید من اصلا بریم جلو، اصلا استپ آی میزنم، یه دونه میریم جلو. میگه من الان پوش آیکس رو اجرا کردم، الان آیکس من اومده رو استک، بالای استک. ESP من الان داره به آیکس من اشاره میکنه، مقداری که داخل آیکس در واقع داره به این آدرس اشاره میکنه. اوکی، میگه من پوش رو انجام دادم. دوباره میگم آقا برو جلو، یه ای بابا استپ آی بگیر، برو جلو. میگه من خب اینم پوش کردم، الان ESP من داره به این اشاره میکنه، به این مقدار. اوکی، الان این بالای استک منه. میگم خب اوکی، یه استپ آی دیگه بیا. میگه خب اوکی، من این سومی هم چیز کردم، سومی هم در واقع پوش کردم برات. الان میخوام بیام سر کال فانکشن، میخوام بریم داخل فانکشن. هنوز نرفتیم، هنوز این دستور اجرا نشد. داره به آرگومان های این فانکشن اشاره میکنه، میگه مثلا فلانی فلانی. اوکی، دستور بعدی که میخواد اجرا بشه اینه. اوکی، این ADD ESP و فلانه. اوکی، میخواد اینو بعدش اجرا کنه، ولی خب الان داره میره داخل دل فانکشن. بچه ها ما گفتیم اگه بخواد بره داخل دل فانکشن باید ریترن آدرس رو بفهمه چیه. اوکی، مثلا آقا بذارید شاید بگید مثلا گیج بشید، بگید مثلا اینا دستورهای بعدی باشن، فکر کنید اینا مثلا دستورن، میتونید مثلا بیاین بگید که یه دیس اسمبل بگیرم از همون فانکشنم. اوکی، میبینیم که آقا در واقع اینجا کال من داره اتفاق میفته، داریم میریم داخل فانکشن. دستور بعدی که باید اجرا بشه اینه، 91 AC هم آدرسشه. من الان اگه اینو اجرا کنم باید ببینم که ریترن آدرس من میاد بالای استک. اوکی، پس من یه استپای میزنم. پس الان چه اتفاقی باید بیفته؟ الان این در واقع وقتی که من برم داخل فانکشن 91 AC من باید بیاد بالای استک. خب من یه استپای میزنم، میریم داخل استک، میبینیم که بالای استک ESP هست، داره به این آدرسش در واقع چرا به این آدرسش میکنه؟ خلاص میاد میگه آقا فلان مقدار در واقع من دارم چیز میکنم، به این دستور در واقع دارم اشاره میکنم. داخل رجیستر هم ببینیم ESP من اینه که میگه من دارم به این دستور اشاره میکنم. در واقع الان اون ریترن آدرس من اومده بالای استک. اوکی، الان اتفاقی که باید بیفته اینه که ESP باید بیاد داخل در واقع اون چیز من قرار بگیره. ESP باید بیاد داخل EBP من قرار بگیره
که EBP بیاد سیو کنه اون مقدار ESP رو، که اگه یه دستور بریم جلو این انجام میشه. اوکی، اینجا هم میبینیم خودشو پوش میکنه، بعد میاد اینو سیو میکنه. اوکی، الان ما دیگه اینو کاری نداریم، چون ما اگه مثلا بیا استپ آی بگیریم که اینو ببینیم. استپ آی که بگیریم میگه من میخوام اینو سیو کنم، میگم خب اوکی بیا یه استپ آی بیا. الان میبینیم که هر دوتای اینا اومدن دارن به سر استک برگشتن، دارن به یه جا اشاره میکنن، هر دوتا بالای استک، هر دوتا پیش هم. اوکی، رفتن بالا. یه اینطور داستانی رو داریم. الان من یه استپای دیگه بزنم دیگه میرم داخل، در واقع اینجا بیاد دیگه خودش میره داخل یه فانکشن دیگه، نمیدونم میره داخل چی، خلاص میره داخل در واقع تابه که ما اصلا نمیخوایم بریم اون بر، ما میخوایم یه چیز دیگه رو بهتون نشون بدیم. ما اگه بیام یه دیس اسمبل از خود فانکشن بگیریم، میبینیم که آخرش گفتیم آخر هر فانکشنی یه لیو داریم. حالا لیو رو نگفتم بهتون میگم چیه. یه لیو داریم، یه رت. اوکی، اگه من بیام یه دونه بریک پوینت بذارم روی این در واقع این لیوم، اوکی، و اینو ران کنم میاد سر لیو. ای بابا یه لحظه من این دوباره ران کنم، یه دونه در واقع دیس اسمبل از همون فانکشن هم بگیرم، سر این لیو هم یه دونه بریک پوینت میذارم و میرم. اوکی، الان سر لیوم اوکی میخواد لیو رو اجرا کنه. من اگه بیام یه دونه در واقع کانتینیو بزنم، خب ولش کن، یه در واقع استپ آی بزنم. چرا از ران اومدیم بیرون؟ ما بسته میشه بچه، نمیدونم چرا بسته میشه. بذار توضیح بدم. ما یه لیو داریم اینجا، اوکی، این لیوه اگه بخواد اجرا بشه چه اتفاقی میفته؟ میاد مقدار ESP و EBP رو در واقع بعد از این اجرای دستور میاد این ESP رو به مقداری که داخل EBP هست باید اشاره کنه. این ESP من میاد این کارو میکنه، یعنی میاد اون ESP من به مقداری که داخل EBP هست اشاره میکنه، و یعنی میاد چیکار میکنه؟ میاد این MOV EBP ESP منو انجام میده. اوکی، خود این لیوه بعد میاد اون در واقع پاپ EBP هم انجام میده. آخرش هم میاد چیکار میکنه؟ میاد یه EBP در واقع اون ESP منو در واقع میاد آخرش وقتی که داریم به این ریترن میرسیم دیگه، داره الان ریترن داره اجرا میشه، لیو تموم شد. ریترن که اجرا میشه خب میاد اون ESP من که داره به این ریترن آدرس من اشاره میکنه و در واقع میریزه داخل همون چیز من، EIP من. نمیدونم چرا بسته شدیم. نمیاره.
من چرا نیورد. خلاص قبل از جلسه چیزایی رو تست نکنی خب درد سر میشه. این جریان استک بود. یه سعی کردم دیگه واقعا ساده توضیح بدم. اگه این چیز شد